سالهای آخر شماره طالبنده‌ها در کوچه‌های شهر دوشنبه خیلی زیاد گشته است. سر هر قدم کس با گداها روبرو می شود. گوش نمیخواب میکنیم، یا خیلی وقت کوارتر قرض میمانیم، هر شرایط داریم. ما شوهرتون کجا با؟ ما جدا شگل شوهرم. گداها در یک روز چند پول کار میکرده باشند؟ برای به این سوال جواب پیدا نمودن مخبر سامانه آیلا نوروز محوزبک و خود را به صورت طالبنده‌ها درآورده همگی 2 ساعت نقشه گدا را بازید. برای آنکه باوری بخش شود ما خودمون همون صحنه رو می‌بازیم. دانشجویان به خاطر با موفقیت سپاریدن امتحان‌ها، فروشنده‌های بازار به مقصد برار گرفتن سودا، راهگذران به خاطر رضای خداوند از 20 درم تا 5 سومانی خیر می‌کردند. در مدت 2 ساعت ژورنالیست در نقاب گدا بیش از 100 سومانی مبلغ جمع کرد. این در حالی است که وی مثل دیگر طالبنده‌ها خیرگی کرده کودکم بیمار است، باید جراحی کنم، یاردم کنید، یا دختر جان 1 سومانی خیر کن نمی گفت. اگر او در یک جای زیرادمتر مثلا بازار کاروان یا سخاوت طلبندگی کرده کمی خیرگی میکرد، یقین در یک روز 300-400 سومانی پول مفت به دست می آورد. مقصد از این سنجش تنها آن بود که در یک روز تقریبا چقدر مبلغ به دست آوردن گدایان را معین سازیم. این سنجش 2 ساعته نشان داد نه مشکلات زندگی بلکه بیشتر عشق پول مفت آدمان را به کوی گدایی میبرد. آخر کی نمیخواهد که به زحمت و مهنت در یک روز زیاده از 200-300 سومانی مبلغ به دست آورد؟ وقتی آن رسیده است که ما علیه این پدیده نامطلوب مبارزه بریم، وگرنه گدایی به یک عمل معمولی و راهی از همه آسانی به دست آوردن پول بی‌درد و میان تبدیل می‌یابد. مبلغ جمع کرده‌اش را مخبر آیلا به قوطی خیریه پرداخت.